از همون خاطر ادناترین شبهه که در حدود پیدا شود حد عملی نمیشه. خب البته این مفهوم نداره که حد عملی نمیشه خیلی نمی جنایتکارا آزاد بگرده، نه، تعزیر است. حالا یک آدم همین شرطای سرقه دایش موجود نشد که نشد همونطور بگذار شه هر چیزی که دزدی کرده، نه، حالی ده حاکمی وقت سپرده میشه قاضی هر جزایی را که مناسب میبینه برش تجویز کنه. ده تعزیرات جزای مرگ هم گاهی وقت تعیین میشه. جزای مرگ چی رقم؟ یک آدم بیخی دزدی زیاد میکنه، خیلی زیاد دزد است، قبرا را لچ کرده رو ایسته، حالی قاضی میتونه که اعدام بکنه که و دیگران درس شود و از او که سبکترین جزا که سورم برش تعیین کرده میتونه این تعزیر میگه. یعنی هرگاه در مسئله حدود گپ در آخر نهایت نرسه جزای تعزیری داده میشه. مثلا در زنا 4 شاهد است، 4 شاهد باید طوری شاهدی بده که بسیار دقیق باشه. 3 شاهد پیدا شد 4م نشد، حالی آدم خودی نمیشه، رجم نمیشه یا دره زده نمیشه، اما با قاضی میگی که آدم کارای غلط میکنه. غلط کدام است این طور کارا؟ در قاضی بسپار، قاضی برش جزا بده. این با قاضی وقت که او عالم به قرآن و حدیث باشه او نمو باز فیصله میکنه در حق از یا. خب فمن تاب من بعد ظلمی، کسی که توبه میکنه پس از ظلم خود، یعنی تجاوزی خود، و اصلاح خود اصلاح میکنه، دیگه در مال مردم تعرض نمیکنه، دزدی نمیکنه، فإن الله یقینا الله متعال یتوب علیه، رجوع رحمت میکنه بالایش، گناهش به اعتبار آخرت محو میشه، الله دور میکنه شه. ان الله یقینا الله متعال غفور مهربان ذات است که توبه هم چه مردمای جنایتکار قبول میکنه، رحیم رحم کننده است. یکی طور بعد از این جزا الله توبه را روا کرد، مشروع کرد، اینا توبه را مشروع کرده برد. لیکن پس از توبه هم این مردکه که گیر آمده باشه دستشیست قطع میشه، ولو که صاحب مال بگه بخشیده، چرا که اینجا حق الله غالب است. تو را الله گفته بود که در مال و آبرو و دین مردم تعرض نکنی، در نفس مردم چرا تعرض کردی؟ الم تعلم ان الله له ملک السماوات، آیا تو نمیدانی مخاطب یا پیغمبر علیه السلام علم برات حاصل نیست؟ ان الله که یقینا الله متعال له ده اختیارش است ملک السماوات، تصرفات آسمان ها و الارض زمین، سلطه و اختیارات آسمان ها و زمین در پیش الله است. یعذب عذاب میده من یشاء، کسی را که الله بخواه، سری الله کسی انتقاد اعتراض کردن نمیتونه، و یغفر بخشش میکنه لمن یشاء، برای کسی که الله بخواه. اینا کسی اعتراض میکنه که دست قطع کردن خلاف کرامت و شرافت انسانی است، چرا دستی از قطع شود؟ الله متعال میگه همه مسائل فلسفه و رازا دیحاتی علمی تو آمده نمیتونه، این دیحاتی علمی الله آمده میتونه. چرا؟ به خاطری که او میدانه که چی مصلحت بکار است چی نیست و قدرت هم از دوسته. یا ایها الرسول، ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم، لا یحزنک الذین، تو را غمگین نسازه امو مردمایی که یسارعون تگودو داره، چی بسیار با آزادی و خوشی طرف و طرف میره، فی الکفر، در کفر، سخنای کفر میگه یا عمل کرده از وا در کفر زیاد تو بالا میدون. من الذین قالوا، از او جمله کسانانی که گفتن آمنا ایمان آوردیم بیافواهیم به زبانهای خود، ولم تؤمن قلوبهم، لیکن قلبایشان ایمان نآورده. و من الذین هادوا، از او جمله کسانانی که خود یهود میگه سماعون للکذب، گوش گرفتن است للکذب، برای دروغ. دو مطلب داره، سماعون گوش گرفتن است لقوم آخرین، گپاره به قوم دیگه میبره، لم یاتوک که قوم دیگه پیشید نامده، یحرفون الکلمات، تغییر میده کلمات کتاب تورات من بعد مواضعه، پس از جابجا کردن ازی در جای مناسبش. یقولون، میگویا این اوتیتم هذا، اگر اینمی حکمی که آسانتر باشه براتان داده شد فخذوه، بگیرشه. و لم توتو، اگر براتان حکم آسان داده نشد در شریعت اسلام هم فاحذروا، خود نگاه بکنی، خودداری بکنی، احتیاط بکنی، نگیرشه. و من یرید الله فتنته، کسی را که الله اراده کرده فتنته گمراه کردن از او را، شرمنده ساختن از او را یا عذاب دادن از او را، فلن تملک له من الله شیئا، تو ده اختیار نداری برای از او از جانب الله
شیئا چیزی را نمیتونه این فطره را دفع کرده. اولئک الذین مردمای اسلم یرید الله که اراده نکرده الله یطهر قلوبکم که پاک بسازه قلبای شما را. لهم فی الدنیا خزی برای ازواج در دنیا رسوایی است و لهم فی الاخرة عذاب عظیم برایشان در آخرت عذابی بزرگ است. حالات یهود بیان میکنه، صفات مذمومی یهود. در مدینه منوره یهود آباد بود با وصفی که احکام تورات موجود بود، بس اوقات بعضی احکام در مسلمانان راجع میکرد. چرا راجع میکرد؟ بخواهی خاطر که مگرم در اسلام حکم چی باشه؟ سبکتر باشه. مفسرین کرام دو واقعه برایشان نزول ذکر میکنه، یکی واقعه قتل، یکی واقعه زنا را. هر دویش درست است و آیت قرآن کریم مربوط به شان نزول هم نیست، بلکه منظور بیان صفت مذمومی از یاست. صفت مذمومی این مردم است که قرآن برای ما بیان میکنه. یا در کفر خیلی زیاد رفت آمد داره، سر و صدا میکنه، آوازا میکنه، انسان مرعوب میسازه، خفه میسازه که اوی آدم چقدر تو بالا میکنه، کش و فش شد. الله متعال میفرمه غمگین نکنه تو را. کسایی که جلتی میکنه رفت آمد داره در کفر، از جمله کسانانی که من الذین قالوا میگوی آمنا بافواههم، خودشان کسایی که ایمان به زبان داره یا حقیقی نیست، مؤمن واقعی نیست. چرا؟ خب و من الذین از جمله کسانی که یهود هستند و من امی رقم هستند و شما را غمگین نکنه. سماعون للکذب، یا گوش گرفتنی است برای دروغ. یک معنایش است برای دروغ گوش گرفتنی است، گپای ملاهای دروغگویا در پیش روی خود انداخته، فقط گوش میگیرن للکذب، برای دروغا. سند دلیل در مسائل نمیگه، فقط قرار گوش برش گرفته، امور میپذیره. در بین یهود و اهل کتاب نمی رقم مردم است. سماعون لقوم آخرین، جاسوسی کننده است برای قوم دیگه، برای قومای دیگه جاسوسی میکنه. چرا او قوما نامده؟ کدام است؟ لم یاتوک، که قوما پیش تو نامده از جهتی که ضد و دشمنی داره، هیچ نمیخواه که در مجلس تو حاضر شوه. چرا که در مجلس خب از ملامت میشه. پس یک صفت مذموم یهودی است که یا دنبال علمای خود میره، ولو که علمایشان علمای واقعی نیست. هر سخنه که وا میگه بس دیگه یا کورکورانه موتور حرکت میکنه، معلوم شد که صفت مذموم است. بعد مطلقی کالا سفید ملا نگوید، تحقیق بکنه که ملا کدام ملا هست، بعد از سخنش بپذیره، عمل سرش بکنه. اگر نه که مطلقی کالا سفید دنیا را گرفته. الله مزامت از یارا بیان میکنه که گپ تحقیق نمیکنه، فکر میکنه که چیست امی ملا که چیزی برام گفت بالکل درست است، ملا صاحب گفته خلاص. ملا صاحب نه، تحقیق باید بکنی، ملا را واقعیتش شخصیتش بشناسی، بعد از او گپایش طول کده عمل سرش بکن. امروز هم که ما دوچار تمام مشکلات ها شدیم، مردم ما تشخیص ملا و عالم نمیتونه. چرا نمیتونه تشخیص عالم چیست غیر عالمه؟ دین در پیششان اهمیت نداره، دنیا خیلی اهمیت داره، صحت جسمش خیلی اهمیت داره. اگر مریض میشه در پیش همونطور دکتر میره که دست دیگه سبا برش نوبت میاد، دیگه سبا فیسش هم یکی بردوست، انتظارم برش میکشه، 2 روز درد تیر میکنه تا که پیش فلانی دکتر برسه. تا که به دکتر برسه مریضی خود تداوی کنه، ولو که 2 شب مریض هم تکلیفا را کشیده. چرا؟ صحت جسمش اهمیت پیشش داره. در مورد خریداری مال که الا جوپانی را بخر، که الا مقاومت داره یا نداره، اصلا تلاش میکنه. من براتون گفتم که گندنه را میگیرم چند دفعه ملاق میزنه، حالی گندنه است یک بسته را بگی، نه ملاق داده رایست. خود مسائل دینی خود که امام میگیره یا فتوا طلب میکنه از کسی، نه 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 ای رسای میکنه که چقدر تقوا داره، نه ای رسای میکنه که چقدر علمیت داره، نه ای رسای میکنه که گپای واقعی را میزند،
ترس از مردم داره یعنی که مولای مردم است؟ کدامش است؟ مولای مردم خب میفهمید ده 8 بجه آزان داده میشه، ده 15 دقیقه بالا 8 نماز خفتن خوانده میشه. او مولا تالی را خفتن داخل نشده تو جماعت خلاص کردی. این مولای مردم میگه. دیگه قرآن کریم برای ما درس میده مذمت یهود که الله بیان میکنه، میگه یا فقط گوش گرفتنی دروغاست، چند دانه دروغه که مولای یهود برشان بیان میکنه، بس مردم سرش اکتفا کرده، تحقیق نمیکنه که مولا کدام گپه برام گفته، سند داره، اساس داره یا نداره. امروز اگر ما و تو همینطور پشت یک کالا سفید روان هستیم، گایم تحقیق نکردیم، این کجا میره؟ پیش پیر صاحب. کدام پیر صاحب؟ بسیار نیک آدم است، بسیار نیک آدم است، اینطور اخلاق داره. چی رقم اخلاق داره؟ پیشش که بری اول او دستی تو را بوسه میکنه، ولی تو تعلیم میده که توی جمعی آمدی دستی مرا بوسه کن. باز تو را چی میگه؟ صاحب کرامت هستی، کرامت. وی 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 اینطور ملامت میکنه که پرسان نکنه. اول شروع میکنه او دا چاپی کردنی تو. اوه مولایا که پیش میره هزاری را در جیبش میمانه، هزاری را که در جیب مولایی مانده که دنیا را بدعت هم بکنه، میگه خب پیر است. اگر پیر است و نمیست، اگر نیست نمیست. خوی پیر صاحب کجا خان خوب آدم است؟ بسیار جای رسیده است. چه رقم جای رسیده است؟ اینقدر جای رسیده است، اینقدر فهمیده است. چی را فهمیده؟ فهمیده نشسته میگه مردم باران نمیشده چاریکار، مردم جمع شدن در پیش فلانی ولی برش گفت که اونجا یک موچی این دوست پیش ازو بره که دعا بکنه باران بباره. عجیب است. کجا مدرسه خوانده؟ نه در خانه، در خانه بود. خود چی را خوان؟ آدم که ولی میشه قرآن کریم میگه چی رقم ولی میشه؟ بالا چی رقم نزدیک میشه؟ الذین آمنوا و کانوا یتقون، کسایی که عقیده درست داره، مسلسل رای تقوا را پیش گرفته. تقوا چی را میگه؟ عمل به مامورات الله و اجتناب از چی؟ منهیات الله. اگر او نفر واری که موشک از زیر پای شده بود، بازورت کلی عمر چی کرده بود؟ تاویزی گردن کرده بود. کی ظلم سر شده. برادر دیگهش که پشت علم رفته بود آمده بود، گفت چی کردی؟ گفت یک جنایت از پیشم شده، بیا درکم. چی جنایت شده؟ موش از در زیر پایم شده. گفت خب کردی موش خو یک چیزی مخرب است بکشیش. نه گفت ما این را کشتن چی میکنی؟ تا حالی را گردن کرده که حقش بوده شد. کلی نمازایی که خواندی نشده. امرای نجاست. عجیب است. یک روز مدرسه را نخوانده، حدیث نمیفهمه، آیت نمیفهمه، مرشد است. در یک نظر تو را در عرش میرسانه. نه پیغمبر علیه السلام این قدر مرتبه نداشت، صحابه کرام درس میداد او یا در عرش میرسانه. خب مشکل در کجاست؟ ما مردم هر کالا سفید مولا باید نگیم، تحقیق بکنیم کدام مدرسه را خوانده، چی سند داره، گپایش چی قوازن داره، چی رقم ملاست، تقوا داره نداره، لحاظ چی را میکنه نمیکنه. نه 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 نه. آلی خود کابل جان ملا کیست خبر داره که در رادیو و تلویزیون چی شوی؟ معلوم شوی. خبر داری؟ ما از اون مولایی که در تلویزیون گپ میزنه پرسان کردیم. چی معنا داره؟ خبر داره؟ یعنی تو خود نمیفهمی، مولای تلویزیونی خوب میفهمه که یک پلی ترازی می بود که مولا داشت بالا میشودن و بعد از اون معلوم میشد که مولا کیسته. خب افسوس دیگه پا نیست، راستی هم همونطور است. از همون خاطر سبب سخت بد چیسته گمراهی و نعوذ بالله تفریقه و گپا شده، وگرنه مسائل دین بالکل واضح است. خب ما مسئولیت داریم، عوام خود بی مسئولیت نکشه. ما که گپ میزنیم کلگی ما را چی میگه؟ بری شما مولا چرا نمیشینید؟ شما مولا چرا نمیشینید؟ ما مولا خود نشیشتیم. ما همون قدر که خدا رای خدا پیدا کردیم به خود حاصل کردیم، غمی خدا بخو، ما رو چی میکنی؟ تو در کدام راه میری؟ تو که در کدام راه میری آلی باید تدابیری درست بگیری که کی را مولا بگیرم. عالم باشه، قرآن بفهمه، حدیث بفهمه یا نه، یعنی که محض دو دانه سورت حفظ کرده خیر خلاص. اول صفت مذموم یهود همی بود، سماعون للکذب
یا شنونده گوش گیرنده برای دروغ است. خلاص این صفت خوب نیست. دوم صفتش سماعون لقوم آخرین، جاسوسی کننده است، سخنا را به قومی دیگه. لم یاتو که پیشتون آمده پیغمبر علیه السلام. واقعا چطور است؟ زنا شده و زنا را کسایی کرده که یا صاحب رسوخ هستند. آلی گفتن که امی پیغمبر که آمد احکام جدید و آسان هم آورده، بری از دی پیغمبر سوال کنی که جزای از یاره برش بده. خود توصیه را قطعش کرد که بری اگر حکم آسان بود خیر است بگیری بیایی اثرش عملی کنی، گپ و نجور است. اگر نه که حکم سخت گرفت ایلا بانه او طرف خدا بزنی عملی نکنه شا. در حالی که در تورات خودشان جزای امی زنا که کسی که تویوالا بود سنگسار بود. از همون خاطر وقتی که پیش پیغمبر اسلام رفت جبریل امین حالات برش بیان کرده بود. باز گفت شما سر ما فیصله میکنی، اگر فیصله در کتاب شما باشه ما خو فیصله ما سنگسار است. گفت نه سخت فیصله است، در کتاب خودتان است. نیست. گفت ابن سوریا را میشناسی؟ جبریل امین تمام صفاتایش برش بیان کرده بود. به این مردم بیان کرد که ابن سوریا، گفت عالم ترین شخص یهود اما ابن سوریا است. طلب کرد شد پیغمبر علیه السلام. وقتی که طلب کرد گفت بگو کسی که اینی تو مرتکب زنا شود چیست حکمش؟ ولی قسم برش داد که راست بگوی. بعد از او گفته قسم برم دادی وگرنه راست نمیگفتم، لیکن اصل حکم در تورات سنگسار است. لیکن در او زمان کسی از جمله پادشاها و این کارا را کرده بود، ملاها برش چی کرد؟ حکم آسان کشیده بود که بری روی شانسیا کنی، سری خر چپا سوار کنی. پس آن که مردمای ضعیف زنا کردن، ملاها گفت برش گفت که یا سنگسار شود. قوم امو ضعیفا بر آمدن گفت یا سنگسار کلگی شود امود کلانا یا ایسته کی نشود. گفت ملاها مجبور شدن گفت خیلی می حکم امی حکم تبدیل کردن. امروز هم امی تر ملا است یا نه؟ قوم سرش میخیزه، خوب میفهمه که نارواست. آره این دیگه ملا بود یا نه؟ ها؟ یک قصه را براتون بکنم. بالا می باشه 3-4 نفر لند و گند. آیا چرا شابالاست خبر داره؟ رواجی طور است که شاره عقد نکاره که بسته میکنه در جام آب میاره، در جام آب میاره در گلاس. ایره باز ملا صاحب دب میکنه، بازیر امی شابالا گرفته شاره میبره در قدی دختره و زنا، در اونجا اردویش استاد میکنه. او آلی خوب فسادای دیگه است که عکاسی کوکی پشتی سرشه که پیشی رویشه که کلشه کلی دختره را عکاسی میکنه اینجا. اوی شابالا از این که در مفسد مردم دیگه نیست، با می خاطر میره اونجا. بازوجه فساد چی رقم است؟ الله اکبر. در یک نکاح ما در پاکستان بودم، مهاجرین افغانی ما بود، مرا بردن 4 ساعت نکاح بسته را شد. شاهد که روان میکردم پیش دختر گوشایش کنده بود، خون روان بود. و نه مردم برقا گل میکرد چی میکرد؟ خمچکاری. زنا ای شایده را میزد نمیمان که در ورس برسه. قار کردم بسیار قریب جنگ کرده بود. من گفتم شما مسلمان هستی یا نه؟ ما یک کمی چراغ گلک شنیده بودیم. چراغ گلک، این چراغ گلک شما بودی؟ عجیب است نعوذ بالله. اینطور حالتا، اینطور رواجای غلط و واهی و بی اساس که پرسان نکن. بچه جوان برد اوجا باز در توی خانه زن گریبانش اینجا است. آلی خود چی طور است؟ کالا در اینجا است نه؟ توقع که تلای خود انداخته می باشه. اینطور پس اینطور این چادره که خورده که خود اینطور کرده باشه که گوشواره معلوم شود، گردانا معلوم شود. کلی از یا باز آلی کامراست، موبایل است، فرس عکاسی کرده رایست. بسیار بی غیرتی است، بسیار بی دینی است. چند نفر در قدی زنا میره او را استاد میکنه. یا این مصحفی گپا کلش غلط و واهیات است. چله را در یکی در دست دیگه دادن، این کلش در دین ناروا غلط و حرامت. این رسم هندواست. گلا را در گردن انداختن رسم هندواست. این گپا در دین نیست. نقل شده در اینجا. ما که عقد نکاح را بسته کردم، کسی گفت که بره مولی سبی آب کجا؟ ما گفتم میره. گفت تو جا پالی عروسی آب نخوره. ما گفتم نه آبش ما گفت کی آب؟ گفتی آب دم کن. ما گفتم هیچ ضرورت نیست، چرا دم کنیم؟ گفت این نکاح بسته شد. نکاح خیلی ایجاب قبول کرده. پرسان کردم این ایجاب قبول است. نه دیگه مولا دم میکنه. خیر ما گفتم دم نمیکنه.
شاگرد خود گفتم بشی میشه رفتن هم میتونی. ما گفتم در اونجا کلش مادر و خواهر عزیست؟ گفت نه بسیار زناست. محرم است برش؟ گفت نه. چرا؟ ما گفتیم میمیره. بشی. اینا شاندم نرفت. مولوی صاحب یاد گرفت. مولوی صاحب چی کرد؟ چند روز بعدش توی دیگه کس بود. این بیچاره که نکاح را بسته کرده، این بچه گفته که نرو. مادرش از اون طرف خیز زد آمده گفت او مولا تو دشمنی تنها مستی، از بچه مستی، دیگرها را اجازه دادی قدر وقت. یک بچه ما این قدر گناه کرده. گفت بکی بچه شقدش بالا گرفت مقدی بزن آورد. این مولاست بیچاره دیگه لفظ گفته نتانست. چرا که سابقی کاره نکرده بود. زن آمد گفت امی گناه را یک بچه ما کرده از دیگران اجازه داده. الله رحم بکنه. از دین یک چیزی جور کرده. نه اینطور نباشه. انسان تسلیم حق باشه. و اینمی واقعات بنی اسرائیل که الله برای ما ذکر میکنه و می خاطر است. او مردم اینمی طور کارا را کرده بودند به خاطر احکام الله را پنهان غلط معرفی کردن برای از اینکه مردم از پیش ما راضی باشه. علما یهود همون کارا میکرد. قرآن کریم همون را یاد کرد. و یک تعدادی که نامده بود پیش پیامبر از ضد و عناد یا خوش نداشتن که ما پیش پیغمبر چطور برویم. نعوذ بالله. اینقدر خود کلان میتراشیدن. فون الکلمه من بعد مواضعه، تغییر میدادن الکلمه کلمات من بعد مواضعه، پس از جا به جا شدن در جایشان، یعنی در جای درستشان ثبوتی کلمات شده بود یا گرفته بودن و کلمات رد و بدل تقدیم و تاخیر کرده بودن. تحریف لفظی یا است که حکم که ثابت شده بود برای یک جنایت او را تغییر داده بودن. یک جزا را به یک جنایت او را تغییر داده بود در دیگه جنایت. اینطوری کارا کرده بودن. یقولون میگفتند امی کسایی که روان کرده بودن اصلی هدفشان همی نبوده که یا فیصله را بالای پیغمبر بکنه. هدفشانی بود که حکم آسان اگر بیا باشه او را بری از جا بده. این اوتیتم هازا اگر براتان همی مثل حکم محرفی ما واردات فخذوه بگیره که حکم محرفی از واقع آسانی بود. اگر پیغمبر هم همینطوری یک آسان حکم داد بگیرش. و این لم تؤتوه اگر براتان داده نشد یعنی حکم آسان داده نشد سخت بود. فاحذروا خود احتیاط بکنه خودداری کنه اجتناب بکنه. الله متعال می فرماید و من یرید الله فتنته، کسی را که الله اراده کرده گمراهی از او را یعنی که او را الله شرمنده بسازه یا عذاب بده فلن تملک له، هرگز تو در اختیار نداری برای از من الله از جانب الله شیئا چیزی را. کسایی که پشت فتنه ها میگرده الله او را گمراه کرده. حالی تو هر قدر بزنی نمیشه در راه آمدنی. این یهود الله گمراه کرده. چرا الله گمراه کرده؟ الله ظالم است؟ نعوذ بالله. نه، الله کتاب برشان داده بود، خب موقف اجتماعی، خب عالم، لیکن برای متاع دنیا احکام الله را پنهان کرد، مطابق رأی و نظر عوام مسائل دین پنهان کرد، جزاهای سخت آسان به مردم معرفی کردند یا گمراه شدند. آن چیزی که سرمایه عزتشان بود او را نعوذ بالله سرمایه ذلت خود ساختند یا فقط میلان به سوی دنیا کرده یا الله هدایت برشان نمیکنه. اولئک الذین مردمای اسلام یرید الله اراده نکرده ای طاهر قلوبهم که پاک بسازد دلهایشان. چرا الله اراده نکرده؟ خیر گناهگار نیست یا که دلهایشان پاک نمیشه؟ به خاطر که قانونی الله است که کسی یک کار اقدام میکنه باز الله او اثرش مرتب میکنه یا گایم اراده طهارت نکرده. پس اراده طهارت که نکرده الله پاکم نمیکنه. الله کسی را پاک میکنه که اقدام برای طهارت خود یک چیزی اسباب برابر بکنه. پیش ما براتون گفته بود که یکی پلته زدن است، یکی آتش لمبه شدن. پلته زدن در اختیار خود انسان است، لمبه برآمدن این در اختیار انسان نمی باشه. اعمال انسانی نمی رقم است، کلی اعمال انسانی اسباب در اختیار ماست، ثمره مرتب شدن باز در اختیار ما نیست. اگر کسی اراده میکنه آری که من هدایت شم، اسباب هدایت الله برش داده روان میشه، الله سرش اثر مرتب میکنه، هدایت نصیبش میشه. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. الله میگه کسی که اراده و اقدام به این گپ داره الله برابر میکنه. آلی اگر اراده رزق حلال بکنی حلال برات میرسه، اگر حرام کرده باشی خامخا دیگه حرام کمایی میشه.
چرا که اسبابی تا به مو خاطر در کار انداخته ای. خب ولهم فی الاخرت، برای از در آخرت عذاب عظیم، عذاب خیلی بزرگ است. سماعون للکذب، این مردم ها شنویدنی است برای چی مسائل دروغ. اکالون للسحت، خوردنی است برای مال حرام. سحت رشوت میگه، امو مال میگه که بیخکنی میکنه، رشوت خیلی بیخکنی میکنه. چرا؟ تمام ملت بیخکنی میکنه، از برکت میگذاره. اکالون للسحت، علمای از یا خورنده است رشوت ها را. از او خاطر هر کس که برش میآیه چی بکنم؟ حکم آسانه برش میگه، خب پول و پیسی زیاد از پیش میگیره. فاینجا که اگر آمد پیشی توی پیغمبر علیه السلام همین مردم، فحکم بینهم، فیصله کده بینشان، او اعرض عنهم، یا اعراض کو از پیششان، روی بگردان نکو، وامیدان خودشان، اختیار داری. و این تعرض عنهم، اگر تو اعراض بکنی، روی تا بگردانی، فیصله شان نکنی، ولی نترسانی که یا کدام ضرر و اذیت برای من نرسانه، فلن یضروک شیئا، هرگز برای تو ضرر رسانده نمیتونه. نه نترسی که یا خفه میشه، باز دشمنی میکنه قطمه. و این حکمت، اگر فیصله کردی، فحکم بینهم بالقسط، فیصله کده بینشان بالقسط، موافقی قانون اسلام، چیزی که قانون اسلام میگه مطور فیصله کن. ان الله، یقینا الله متعال یحب المقسطین، دوست داره کسایی که از انصاف کار میگیره، یعنی موافق شریعت فیصله میکنه. نه دو قسم مردم است از اهل کتاب، یا یکی مردمایی که در خطه اسلامی در تحت قانون عمومیش نآمده، اهل ذمه نیستن، مردمی هستن که محض یک رابطه قطعتان داره، صلح ملح داره، آلی اگر برای فیصله میاد تو مکلف نیستی که حتما فیصله در حقشان بکنی، دلت فیصله میکنی نمیکنی. خب بله، اگر عزم فیصله را کردی، فیصله مطابق قرآن شوه خلاص. اما یکی او کفاری است که اهل ذمه است، زیر قانون اسلام قرار داره، هندوها مثل در افغانستان است، در این صورت آلی برای تو اختیار نیست که فیصله نکنی، بلکه در این صورت حتما فیصله را بکنی، او فیصله به قانون کی بشه؟ اسلام. چرا؟ در اینجا جزء حکومت اسلامی است. مثل که مسلمان ضرورت به فیصله داره، تو مطابق حکم اسلام فیصله میکنی. این همی قسم اهل ذمه و او کسایی که در خطه اسلامی چی شده، قانون اسلام، قانون عمومی اسلام پذیرفته، تو باید در حقشان فیصله بکنی، اختیار برات نیست. پیغمبر علیه السلام الله متعال میفرمه که این مردم از روی صداقت نمیه، برای از اینکه خوش داشته باشه حکم قرآن که سری از یا فیصله شود. این مردم آسان طلب است. وقتی آسان طلب است، اگر حکم آسان برش بگوی میپذیره، اگر نگویی بازی را نمیپذیره. امروز کسایی که در طلاق ثلاثه واقع میشه، 3 طلاق میده، حالی پشت آسان طلبی میگرده، پشت مولای سلفی میگرده، مولای حنفی وقت را را سرش مسدود کرده، حالی پشت سلفی بگرد. نه اینطور نکن، آسان طلبی نکن. اگر دین پیشی اهمیت داره، در تمام موضوعات باید دین اهمیت داشته باشه، در یک مسئله، در یک موضوع نباشه. انسان تسلیم به نظام الله باشه، ولو در توانیت است. در توانیت نیست اگر خود تسلیم کردی، بلکه در فایدهت است. اگر نه که فرار میکنی از اینکه حکم الله سر تطبیق میشه، این نیست که این دین گریزی میگه. چی میگه؟ دین گریزی. آلی ما مردم الله رحم بکنه همینطور هستیم. در کدام موقعی که آلی برابر میشیم که مخالفت دین میاد، شانه را خالی میکنیم، میریم. توی بچهش هست، یک روز در پالی مولا نمیاد که آلی نگویه که تو ساز نگی، خدا این طرف میزنه این طرف میزنه. این دین گریزی میگه. پیش ما این کار کردی، به الله چی جواب میدی؟ بله، اهل کتابی نمی قسم دستایسا و این قسم نعوذ بالله موقفای غلطه در برابر پیامبر علیه السلام داشت. اما الله اعلان کرد که اگر اعراض کردی قبیش نکو، که نگویی که خفه میشن، باز چی میکنه؟ در مقابل ما چیزی تصمیم میگیره. نه، هیچ دست تصمیمشان نترسی. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.